لپتاپ 100 میلیونی که شما میرید میخرید، کیفش هم باید یه جوری باشه که از همه نظر لپتاپتون رو کاور کنه. یه دونه کاور شیک هم که داره که برای هدیه یا کادو دادن هم مناسب میشه. این به صورت دستی این کار میشه. ببینید چه کار شکل و زیبایی هست که اینو دارن به عنوان وارداتی میفروشن ولی جنسش کاملا خارجی، دوخت داخله. میبینید که دستش جمع شده، ما اینو به صورت دوشی کردیم، بند دوشی بسیار محکم. این قسمتش طبیه که میبینید، یراقالات این کار یراقالات فلزی سنگینی هست کاملا با کیفیت. اینم میبینید روی استایلشه که به صورت کوله‌ای قرار میگیره، ببینید ضخامت مناسبی داره. این کار که میبینید یه دسته به این صورت داره که شما بتونید قشنگ کیفو حمل کنید. کف کار شما نگاه کنید، 4 تا استوک داره که کف کار اصلا خراب نشه. و یه گزینه دیگه، این کار حتی به نظرم به درد مسافرت هم میخوره چون زیپ افزایش حجم داره که ضخامت این کار رو شما نگاه کنید چند سانت به این صورت میبینید افزایش میده. برای سفارش راحت شما از سایتمون اقدام کنید، بدون معطلی سریع سفارش انجام بدید. این کار که میبینید این قسمت جای هندز فری داره. جلوی این کار دو تا زیپ داره به این صورت که میبینید که راحت وسایلتون رو تفکیک کنید. یه دونه زیپ داره. این قسمت تا انتها جا تمام اثر خارجی گاندوده شده با نوار. داخل این آثار هم ابر کار شده که کیف ایستایی وایسه تا انتها جا داره به این صورت که میبینید. جای لپتاپ این کارو بهتون نشون بدم که به چه صورته، چه کار حرفه‌ای هستش. ببینید اصلا شما یک کیف دیگه داخل این کیف گذاشته براتون مخصوص لپتاپتون که اینا به صورت دستی میتونه استفاده کنید. ابر ضخیم داخل این کار استفاده شده که لپتاپتون هیچ آسیبی نبینه. دو تا سرزیپ قرار داده شده و اینم داخل این کار. داخل این کار تمام اثر خارجی گاندوده شده با نوار هست. این قسمتی که میبینید تفکیکی کار شده برای برگه و دفتر و خودکار به این صورت که میبینید. جای بعدی این کارم نشونتون بدم. زیپ های واقعا فوق العاده روونی داره. اینم داخل